شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. كالريح قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى، سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى. نتقن 5 أو 6 ونعول أخا أو أختا، نتقن 5 أو 6 ونعول أخا أو أختا. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي. يا قافلتي كالريح كالريح قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. الحمد لله الواحد الغفار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. اما بعد، السلام علیکم حضور محترم، برادران خیلی عزیز و گرامی، شما را به این ماه مبارک، به این روزهای سعید تبریک و تهنیت میگویم و همچون یک بنده خطاکار و یک بنده در سهو و نقصان آلوده از خدای بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند تا امروز آن عبادت های را که ما انجام دادیم از ما پروردگارا او را بپذیر و از خدای مهربان خواهان او می شوم که
خداوندا برای ما توفیق کردنی، توفیق عمل کردنی هر عبادتی که سبب نزدیک شدن درگاه تو گردد عنایت بفرما. و خدایا عمر این جمعیت ما را دراز بگردان. خدایا مشکلات ها و زحمت های دنیوی را از بالای این بندگانت خدایا برداشته بگردان. و خدایا در این جمهوری ما امنیت و آرامی و وحدت و یکدیگر فهمی را جاودانی نگه بدار. خدایا هر سختی ها و هر مشکلات هایی که در این وطن ما هست با فضل کرمت خدایا برداشته بگردان. و خدایا امروز بندگانی داری که عاشق این نماز جمعه ولی با بسیاری سببهای خواب بیماری باشد، خوان نارسایی باشد، اجرا کردن نمیتونند. خدایا از اونها هم این جمعه را قبول بگردان. و خدایا تمام آن برادرانی که از راههای دور و نزدیک به مسجد آمدند، همه اخلاص زیارت و اخلاص عبادت دارند. خدایا به این نیتهای نیکشان خدایا مشرفشان بگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه المسلم. برادران عزیز و گرامی، حضرت ابی هریره میگوید بار پیامبر گرامی یک تاکید کردند، یک سفارش دادند که اعملوا، عمل کنید، زیرا ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. عمل کنید، زیرا عمل درجات و مقام شما را نزد خدا بلند میکند. و قاربوا، به عملهای پروردگار و بندگان خوب خدا دائم نزدیک باشید. و سددوا، همیشه طاعت پروردگار را برای خود لازم گردانید. بعد از آن وقت این تأکیدات را رسول اکرم کردند، بعد از آن گفتند و علموا انه لن ینجو احد منکم بعمله. ولی گفتن آگاه باشید که هیچ کدام شما ای بنده های خدا از روزی که من مبعوث پیامبری شدم تا روز قیامت اگر در عملها هم مستحکمم قائم باشید، این عملها شما را جنت نمیبرد. شما با عملهاتان نجات در پیش خدا نمییابید. مردم حیرت نماندند. شاید بعضی از شما هم در حیرت مانید. پس این نماز ما چی؟
این روزه ما چی؟ این زکات ما چی؟ این قدم هایی که ما به مسجد میزنیم آیا اینها ما را جنت نمیبرد؟ آیا اینا سبب رستگاری ما در روز قیامت نمی شود؟ اصحاب میگد حیرت نماندن، تعجب کردن، در او میگد سوال شدن پیغمبر ولا انت یا رسول الله، همون عمل هایی که خودم میکنی ای پیامبر، همون عمل های خودم خودت جنت نمیبرد؟ ولا انا گفت مرا هم گفت عمل هم جنت نمیبرد. پس پیامبر جواب گفتن الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، مگر گفت اگر رحمت پروردگار شامل حال شما نشود شما نجات نمییابید. شما را یگانه چیزی که جنت میبرد این رحمت خداست، رحمت خدا شما را جنت میبرد. زیرا برادرای عزیز شیخ سعدی میگفت از دست و زبان کی برآید که از عهده شکرش بدر آید؟ از دست و زبان کی میبراید که شکرانه پروردگار در برابری که اگر سوره نحل شما کشاین به آیت 18 اون نظارت کنین و این تعد نعمت الله لا تحصوها، خدا میگه و این تعدو به معنای عدد بردن، نعمت به همه معلوم، همه آن چیزی که به شما خدا داد نعمت است، لا تحصوها شما استطاعت ندارید. معنا میتونه یعنی آنقدر نعمت دادم که شما قوت شمردنش ندارید، آنقدر نعمت دادم که شما قوت شمردن این نعمت را ندارید. پس البته ما را عمل نه بلکه چی؟ بلکه رحمت خدا جنت میبرد. تحلیل دیگر این حدیث این است دارای عزیز که انسان باید به عملش مغرور نشود، نگوید من اینقدر عمل کردم، من اینقدر کار در راه خدا کردم، این ده هم باید انسان مغرور نشود. شیخ سعدی یک اشاره دیگر هم دارد که من از تفسیر روح البیان نویساندم، الحال در زیر همین آیت دیدم نویسانده از حضرت که عطایست هر مو از او برتنم، چگونه به هر موی شکر کنم. گفت از خدا آنقدر برای من نعمت داد که از عدد موی بدنم بیشتر است. آیا من چهل بر عدد هر یک موی بدن خودم خدا را شکر گفته میتونم؟ چقدر موی بر بدن تان داره کسی نمیداند. به عدد هر کدام این اگر خدا را شکر گویم بنده همان به که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. به هر حال پروردگارا ذات مهربانی بخشیدن دوست می‌داری. خدایا به عمل ما نظر نکن، فقط به رحمت خودت نظر کن. خدایا ما را در دنیا و در آخرت شامل رحمت خودت گردان و با واسطه رحمت خودت ما را به آن مکان ببر که جوانیش پیری ندارد، به آن مکان ببر که نعمتش زوال ندارد، به آن مکان ببر که تنصیحتیش بیماری ندارد. برادران عزیز و گرامی، من جمعه گذشته گفته بودم که باز در اطراف این ماهی که قرار داریم یک صحبت باید داشته باشم. من همگی یک جمعه به سبب بعض عذرهایی که پیدا شدن من با شما نتانستم که یک ساعت مکمل صحبت داشته باشم، ولی یک جمعه من برای شما درباره فضیلت این ماه مبارک صحبت داشتم. ولی همون محمد صاحب ایرانی یک گپ دارد، یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است.
برای آدمی با فهم برادران عزیز یک اشاره هم که ما کنیم، اگر یک حدیث هم که تحلیل کنم، شما دنبال اما حدیث اگر عمل کنین و چرخ زنین، انشاءالله برای شما همون خود برنده به سوی نجات است، همون خود شما را به همون مکانی پرناز و پرنعمت میبرد میرساند. فقط برای همه این گفتی حضرت مولوی گوش باید که بشنود این را، همه اینها در گوش در کار که انسان گوش کند. به هر حال هم باشد انشاءالله برادران عزیز، شما که یک ساعت در این خانه خدا همچو به حیث مهمانت گوش میکنید، خوش به حال شما که در هر یک کلمه این در پیشگاه خدا ثواب میگیرید و برای خودتان برای آینده ها ذخیره وجود دارد که شما صاحب فرزند بشین، صاحب نبیره بشین. شاید که او ساعتها دیگر ماها وجود نداشته باشیم، شاید اون زمانها با شما خداتان مثل که من برای شما میرسانم، شما برای اونها از آن چیزی که از ما شنیدین به گوش اونها رسانین. و این دین خدا، این دین اسلام دین عقلی نیست بلکه دین نقلی است، نقل کده رفتن میگیرد. خدا شما را به این روزهای خوب و روزهای نیک و روزهایی که در حیات شما ترغیب و تشویق دینی داشته باشد خدا نصیب و روزی کند. برادرای عزیز و گرامی، من کتاب دارم به نام الترغیب و الترهیب که از جناب امام منذری است، خدا رحمت و مغفرت کند. ایشان را خیلی زحمت‌های زیاد کشیدند. از داخل من یک حدیث را نویسنده گرفتم، خواستم همین حدیث را به شما فهمانم و بعداً بسیاری برادرها به من سوالهای تعجیلی دادن، حتی بعضی هاش دیروز به خانه‌ام آمدن که تاملا چند جمعه است ما منتظریم ولی جوابی سوالهامون نمیگیریم. من میخواستم اونها را برای شما مختصرا خوانده تیم. برادرای عزیز و گرامی، این ماه رمضان اگرچنده که برای هم جسم شما و هم روح شما فایده داشته باشد، پهلوی دیگرش این امتحان خداوندی است. خداوند در قرآن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ولی ببینید خداوند ولنبلونکم بشیء، البته به البته پروردگار میگوید وقتی من شما را از یک دنیای نیستی به دنیای هستی آوردم، وقتی شما را من عقل و فراست دادم، بالای شما امتحان‌های دارم. با چه امتحان من میکند خداوند؟ خدای مهربان ما خواهان او هستیم که توفیق گذشتن از این امتحان‌ها را برای ما نصیب و روزی کند. ولنبلونکم بشیء من الخوف، بالای شما خوف میارم، بالای شما ترس میارم. کنی شما در حالتی که بالاتون خوف و ترس را میارم، کنی شما در اون حالت خودتان در کدام حالت قرار میتین؟ شما خودتان آیا چگونه حس میکنین؟ یا گویم با اصطلاحات امروزه آیا پگاناتون علیش میکنین و نمیکنین؟ در حالت بی‌خوفی تو خودت چه خیال حس میکردی؟ چه دعوا داشتی؟ وقتی خوف بالات آوردم کنی میبینم که تو آیا همون عشق و محبت و ایستادگی که تو برای رضاگی خدا داشتی همون با تو هست یا نیست؟ والجوع، حضرت امام شافعی میگوید المراد من الجوع الصوم. من شما را با گرسنگی پروردگار میگوید امتحان میکنم، گرسنگی خطی امتحانتون میکنم. ولی ببینیم برادرای عزیز، همه شما روزه دارین، ولی از اینجا خانه تان میرین، در نزد شما تمام آن چیزی که برای خوردنی بیگاهی هست الحال در خانه هاتون مهیا است، ولی شما با اون نزدیک نمیشه. شما دستتان دراز کردن در وجودتان لرزه میگیرد، نزدیک نمیشه.
برای چی؟ برای حکومت ایمانی در وجود است. خوف خدا در درون از دست تو لرزیده لرزیده به سوی دسترخوان راست می شود، زیرا ساعتش نیست، زیرا وقت کشادنش نیست. ولی ببین کسی تو را شاید آنقدر قدرت داره که نه زن نه فرزند نه کسی تو را در اونجا حق گپ زدن ندارد، ولی بازم همین تو دست دراز نمیکنی، میترسی از پروردگارت. این امتحانه. خداوند در همین نزدت ماندگی است. وجود تشنه و گرسنه است، خواهان است، نفس تو را مجبور میکند بگیر، استفاده بر. خدا لک بخش است، خدا میبخشد، پگاه میگیری با که ندارد. ولی نه، تو میخوایی که از همین امتحان گذری، میخوایی که هیچ وقت در این امتحان تو نفتی. خداوند میگوید، بین امام شافعی میگوید مراد از گرسنگی که خداوند میگوید من شما را امتحان میکنم این روزه است، بر روزه امتحان تان میکنم. الحمدلله که خدا توفیق داد و امروز قریب 22-23 روز این ماه مبارکه ماها پشت سر کرده ایستاده ایم. از امتحان خداوندی هر روز نجات یافته و هر روز آن چیزی را که نزدش هست برای ما داده ایستاده است. امتحان است برادران عزیز. پیامبر گرامی گفتند اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا لم یعطهن نبی قبلی. خدای مهربان بر امت من 5 چیز را داد در این ماه رمضان که بر هیچ امتی که پیش از من بودن همراه پیامبرها به آنها نداده بود. برادرای عزیز، چقدر پروردگار مهربان به امتهای محمد صلی الله علیه و سلم مهربان است. پنج چیزی که برای امت من داد در ماه رمضان بر یگان پیامبر و امتهای پیشین خداوند نداده بود. اگرچند که در امتهای پیشینم پیغمبرها بودند و روزه بود، ولی به آنها نداده بود. یکم، اذا كان اول لیلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل الیهم و من نظر الله الیه لم یعذبه ابدا. یکم، پیامبر گفت همان روزی که اعلان شد که 11 روز چهارشنبه دهان همه بسته باشد، همه روزدار باشد، همون روزی که ما روزه را گرفتیم، یکم چیزی که خداوند بر ما داد و دیگرها نداد این بود نظر الله الیهم. خداوند نظر رحمت بر تمام روزدارا کرد و پیامبر گفت هرگاهی که خداوند نظر رحمت بر کسی که کرد لم یعذبه ابدا و یا هیچ وقت عذاب نمیتید. الحمدلله که این مکافاتی خیلی بلنده که نظر رحمت خدا بر روزداراست و بالای ما و شما بندگانش رسید. دوم، فإن خلوف افواههم حين یمسون اطیب عند الله من ریح المیسک. دوم چیزی که پروردگار برای امتهای محمد داد، این بوی دهن روزدار حین یمسون، وقتی که روز بیگاه شدن میگیرد، همون حالتی که تا چند روزه نزدیک شد چقدر دهن روزدار یک بوی دارد که در راست براست او ایستادن دهم خیلی برای آدم مشکلی هست. ولی خداوند میگوید انا همون بوی دهن در حالت بیگاهی به سوی پروردگار محبوبتر از مشک می باشد، محبوبتر از مشک به سوی من انا همون بوی دهن روزدار است. برای همین است که در مذهب امام ابو حنیفه
شستن دهان برای آدم روزدار کراهیت دارد تا همین بویی که خداوند وی میگوید محبوبتر به سوی من از مشک است، همین بوی باید که ما دور نکنیم. سوم، فإن الملائکه تستغفر لهم فی کل یوم و لیلة. خداوند همه ملائکه هایی که عدد ندارند اونها را سپارش میداد است که برای هر یک روزدار طلب مغفرت کنید. هر یک شخصی که در روی زمین روزدار است، وظیفه شما در ماه رمضان همین که از جانب او و سوی پروردگار طلب مغفرت کنید. برادرای عزیز و گرامی، قسم به نام خدا، گفتی همون حضرت سلیمان که وقت شیخی که دید حضرت سلیمان مال و ملک و دولت و لشکر او را مفتون شد و گفت چه بنده خوشبختی بوده که خداوند اینقدر مال و اسباب و انجام برای تو داد. ولی حضرت سلیمان به این شیخ چی گفت؟ لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اوتی ابن داوود. گفت ای برادر عزیز، گفت اگر ملالت نآید من از تو یک اراده میگیرم، یک کمبودی تو را میگیرم. گفت چی کمبود است؟ گفت همون سبحان الله که تو به زبان میرانی وی محبوب تر است به سوی پروردگار و به سوی بچه حضرت داوود از آن چیزی که خدا برای من داده است. از همه اینها را دیده یک سبحان الله که من به سوی پروردگارم میگویم از همه بالا میستد. لأن ثواب تسبیح یبقا و ملک سلیمان یفنا. زیرا بسیاری با دولت‌های را دیدم که یک زمان دولتدار بودن و بعد بانکرات شدن و بے پول شدن رفتن، ولی ثواب تسبیح همیشه در نامه اعمال باقی بماند. همچنان آن هدیه هایی که خدا برای روزدار میتید برادرای عزیز، اینا به چیز عوض کردن نمی شود. تصور کن که فی کل یوم و لیله، شب و روز ملائکه ها در حق تو طلب مغفرت دارند. خدایا گناهشو ببخش، خدایا سهوشو ببخش، خدایا لغزش صرف نظر کن. چهارم، ان الله عز وجل یأمر جنته فیقول لها تزینی لعباده اوشک ان یستریحوا من تعب الدنیا الى الدار و کرامته. میگه پروردگار به جنت امر میکرده است، همون جنتی که اینقدر زیب و زینت دارد، باز همون جنت خدا سپارش میداده است باز با زینت تر شو، باز زیباتر شو برای آن بندگان من که در حیات از حساب روزه مشکلات پسی سر کردند. باز زیباتر شو تا که اونها وارد تو شوند، تا که اونها از زیبایی تو استراحت کنند و آن مشکلات هایی که در حیات داشتند همه اونها از یادشان دور شود. پنجم، اذا كان آخر لیلة غفر الله لهم جميعا فقال رجل من القوم اهي ليلة القدر فقال له الم تر الى العمال يعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم. بعدا پیامبر گفت پنجم چیزی که خدا برای امتان من در راه رمضان میتیند، همون روز سیومی که تمام شد بعدا چی بشده است؟ پیامبر گفتن که غفر الله لهم جمیعا. بعد نامه اعمال تا پروردگار میکشاید که میبیند هزارها صحیفه کمبود و غلط و ناروایی های در نامه اعمال توست. خداوند در آخر این ماه مبارک از همه گناه های تو میگذرد. تو را مثل همون کودکی که کلن در حیات
کمبود نکردی مثل همون آینه واری تازت میکنن. میگه مرد از جاش از گفت احیا لیلة القدر، گفت همون شب لیلة القدر خدا گناهامونو میبخشد. پیامبر گفت نه، گفت این شب لیلة القدر نیست، بلکه پیامبر گفتن الم تر الی العمال، او نگاه نمیکنین مرد کار وقتی می آید و پی کار می شود، وقتی که کارش تمام شد بعدا شخصی که او را مورد کار قرار داده بود برای او حق شمیتید. پروردگاری که شما را حکم کرد که 1 ماه روزه گیرین، شما که روزه گرفتین اکو مکافات خداوند و مغفرت گناه به شما نصیب میکند. خوش به حالتان برادرای عزیز و گرامی، خوش به حال تمام خواهر و دادرایی که این ماه را احترام کردن و از این ماه مبارک روزه داشتن. خوش به حالتان. البته هر یک رنج به خودش گنج دارد، هر یک زحمت های شما برادرای عزیز انشاءالله به نفع نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ان فی الجنة بابا یقال له الریان، در جنت یک دری مشهور است، یکی از درهای جنت بسیار دری مشهور بوده است، دری بانفوذ بوده است که نامش ریان بوده است. این حدیث های صحیح از پیغمبر، چیزهایی که الحمدلله که از همه شک و شبهه خالی اند، 100% حقیقت دارند. یدخل منه الصائمون یوم القیامه، پیامبر گفت روز قیامت انا همون دروازه با نفوذ و همون دروازه با آبرو بالای روزداران کشاده می شود. لا یدخل منه احد غیرهم، پیامبر گفت غیر روزدار کسی وارد او در شده نمیتواند، فقط روزدارها. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، میگه وقتی روزدار که وارد دروازه ریان شد او در پوشیده می شود، دیگر او در بالای کسی کشاده نمی کنند. در روایت دیگر آمده است که من دخل شرب و من شرب لم یظمأ ابدا، هر کسی که در این در ریان در آمد خدای مهربان برای او چنان آب می نوشاند، ملائکه های دارد که بالای دستشان می آرد کاسه را پر از آب و تو را میگوید بنوش. وقتی میگه می نوشی لم یظمأ ابدا، تا وقتی که تو در داخل جنتی دیگر تشنگی را میگه حس نمیکنی، ابدی تشنگی از وجود تو دور می شود. خداوند برای ما و برای تمام برادران ما توفیق روزه داشتن را و برای همه بندگانی که این صدای ما را میشنوند توفیق عمل کردن به آن چیزی که الحال شنیدن خدایا نصیب روزی بگردان. انشاءالله جمعه آینده برادران عزیز خود عید می شود، روز 10. خدا خواهد شما میتونید که برای نمازهای عید آمدن پیشکی صدقه های فطرتان ادا کنین. بسیار بسیار خوب می شود برادرایی که 4 تنگه در کیستان دارید، برادرایی که خداوند شما را نسبت دیگرها بیشتر مال داده است، خداوند برای شما رحم و انصاف دهد تا که از حال دیگر مسکینها هم با خبر باشه. چگونه که دسترخوان خودت را برادر عزیز آرا و تارا میتی، خداوند برای تو توفیق دهد که فکر دسترخوان دیگر برادر مسلمان هم در ذهن تو گذرد. برادرای عزیز و گرامی، دولت تو نمیشکند، دولت تو قوت میگیرد وقتی که تو دل را به دست میاری، تو وقتی دل را شاد میکنی. شما پیش از عید هر چی دارین، خواه از پول باشد، خواه از چیز از مواد خوراکه باشد، شما به برادرایی که احتیاج دارند برده رسانید. انشاءالله پیشگاه خدا ده بسیار بسیار ثواب میگیره. خدای مهربان همون غیرت حضرت عثمان را برای شما تیاد.
چه غیرتی داشتند، چه سخاوتی داشتند. وقتی که حضرت عثمان در مردم قحطی آمد، 700 شتر پر از مواد خوراکه وقتی آورد در مردم، تمامی باید تسلیم کرد. تصور کنین 700 شتر، هر کدام او اگر 200-300 کیلو بار داشته باشد، همه باید در مردم مسکین و فقیر و نادار آورده تسلیم کردن. بعد از آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان خوشنودی فراش گرفت که حتی میگه در شب برداشت گفت پروردگارا از عثمان راضی شدم، پروردگارا از عثمان راضی شدم، ای خدای مهربان از عثمان راضی باش. از سخاوت حضرت عثمان پیامبر گرامی میگوید من راضی شدم. خداوند همون غیرت و همون محبتی که اون دوستای خدا به مؤمنها داشتند، خدایا همون دریچه رحمت در دل برادرای ثروتمند ما گشاده بگردان. خدایا بخل و نادیدگری و بیرحمی را خدایا از دل برادرای ما دور بگردان. حضرت عثمان که بسیار بسیار برادرای عزیز سخاوت را دوست می داشتند، حتی که حضرت عثمان پرسیدند در حیات چی را دوست می داری؟ اولین چیزی که دوست می دارم تن آدمای بی لباس را صاحب لباس کردن. دوست می دارم که کسی لباس ندارد با وی لباس دیم، کسی شکم گرسنه دارد شکم وی را سیر کنم. برادرای عزیز، آن چیزی را که عثمان دوست می داشت، دوست داشتنش در گردن ما واجب است. وقتی بار پیامبر گرامی که خیلی نارسایی در لشکر اسلام شد، حضرت عثمان وقتی که تمام عسکرها را مجهز کرد، پیامبر گرامی ابن عباس میگوید در خواب دیدم که رسول اکرم در گردنش یک حلقه نورانی داشتند، بالای اسب سوار بودند و به شتاب میرفتند. گفتم پیامبر گرامی ایست، آخی ما مشتاق دیدار تو، مشتاق سخن توییم. گفت ابن عباس شتاب دارم. او چی شتاب داری؟ گفت از سخاوت حضرت عثمان خدا را چنان خوش آمد که در جنت حور را در نکاح او در آوردند و من میخواهم در معرکه او اشتراک کنم. برادرای عزیز، اگر سخاوت اینقدر فیض نمیداشت، دوستای خدا اینقدر حریص نبودند. افسوس که امروز در ما و شما رحم نمانده است. افسوس که گوش میکنیم، افسوس که لذت میبریم، ولی افسوس خدا عملش از ما و شما گرفته است. چنان وسواس در ما و شما گرفتاریم که حتی میترسیم 1 کیلو گوشت برای همسایه جدا کنیم، میترسیم. دادر عزیز نترسیم. خدای مهربان برای شما وعده دارد، وعده کرده است هم گناه تا میبخشم و هم در عوض مبلغت با مبلغت میتم. چگونه که الله میگوید انفق ينفق علیک، بته میتمت بنده. صدقه های فطرتان ادا کنین، بعد از آن لباس های تازه و خوشروتان در بر کنین و چیز خورده و بعد به عیدگاه بیاین، دهناتان شیرین کنین، بعدا ذکر خدا را کرده آهسته آهسته به سوی مسجد ها بیاین. تا اون روز برادرای عزیز، با کسی ملالی یقین بدان روزه تو روزه نیست.
تا اون روز ملالی را از بینتان دور کنین. من میدانم که ملالی شما همش به خاطر یک پارچه دنیا های، ولی این دنیا سر ترا میخورد، سر همه آدم ملال شدگی را میخورد، سر همه تا میخوره، نابود میکنه. تا اون روز ملالی هاتون دور کنین، از یکدیگر گذر کنین، با یک دل تازه و با یک اندیشه های خوب شما به سوی مسجد بیایید، تا که خدای مهربان اون مکافاتی که در این یک ماه برای شما وعده داده بود باید در نامه اعمال شما گذراند. الحالا که من یک دو سوال هایی که ضرورن همینا را من خانم یک خواهر دیروز به خانه را آمد. سلام داملای شیرین سخن حاجی مرزا، من یک نفر خواهر اسلامی شما از شهر کولاب از شما خواهش میکنم داملای عزیز که این مکتوب مرا در بین اهل جماعت با پرگی خوانده جوابش را با ثبت دیسکی میخواهم شنوم. با من بسیار ضرور است و حاجی محترم چیکار کردنم را نمیدانم و میخواهم از نصیحت های شما استفاده برم. من مدت 8 سال میشود که با پسر عمم با شوهر برآمدم. ما نمازهای 5 وقته را ترک نمیکنیم. ما تا حال فرزنددار نشدیم. ما را چندین بارها طبابت فرمودند، چه از جهت دکتری و چه از جهت تاجیکی، اما با شوهرم چون این کارها پسند نمی آید. میگوید که خداوند کدام وقتی که در نصیبمان کشیده باشد می شود، اما او یگان نمود طبابت را به کله نمی گیرد و تنها از آن ذات پاکی که تقدیر ما را چنین کشیده است از آن می بیند. حالا باشد اون مدت 4.5 سال می شود که در شهر روسیه کار می کند. مرا 1.5 سال پیش طبابت کرده به نزد او روان کردند تا اینکه فرزنددار شوم و در آنجا نیز نمازهایمان را خوانده و باز در نصف شب خسته نماز تهجد می‌خواندیم، با خداوند در تنهایی راز می‌گفتیم و طلب فرزند می‌کردیم و ما را در آنجا کتابخوان کرد. شکر ذات پاک را می‌کنم که حرف قرآن را یاد گرفتم و مدت 1 سال است که این کتاب آسمانی را می‌خوانم. هم از خدا طلب فرزند می‌کردیم و هم در حق شما دعا می‌کردیم. ما در آنجا ثبت‌های دیسکی شما را داشتیم و بسیار چیزها را فهمیدیم. شب‌هایی که نماز تهجد می‌خواندم با الله تعالی راز می‌گفتم که مرا ناامید به وطنم بر نگردان، اما داملای محترم 1 سال و 2 ماه ایستادم و ناامید برگشتم. شوهرم با دکتر با یگان ملا و مزارها اخلاص ندارد و میگوید که از خدا امید دارم. شما در یک ثبت دیسکیتون گفتید که خداوند بنده را که دوست دارد بالایش هر مصیبت را میارد تا او صبر کند و در صبر او اجر دهد. خب اما می شود روزهایی که در غم بی فرزندی می سوزم و می گریم. فکر شما در این باره چی است حاجی محترم؟ این خواهر ما و غم بی فرزندی هم خیلی غمه. انسانی که فرزند نداشته باشد بعداً به قدر فرزند می رسد، تا آدم به فرزند نباشد به قدر فرزند نمی رسد. ولی این برادر عزیز ما که همه را از خدا می بیند، خوش به حالت برادر عزیز، همه از جانب خداست. ولی طبابت را به گردن نگرفتن دادر عزیز این سبب بفهمی و سبب از دانش دور بودن توست. زیرا شما توکل بر پروردگار بکنین ولی اسباب ظاهر استفاده برید. ببینید خداوند در قرآن ان الله یحب المتوکلین میگوید من توکل کننده های به ذات خود ما دوست میدارم و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی به من توکل کند من وی بسم. بله دادر عزیز، تو توکل بر خدا کن، ولی توکل به خود قاعده دارد. توکل معنای را دارد که انسان خودش به خودش باید حواله نکند، بلکه اسباب ظاهر استفاده برد و در اسباب ظاهر اطمینان قلبی نداشته باشد. میفهمین معنای توکل؟ کمتر شاید که دشوار فهم باشد. اسباب ظاهر استفاده برین ولی با او اطمینان قلبی نداشته باشین. شما یک ماشین دارین، با همون تاکسی میزنین،
او اسباب ظاهره، یعنی او سبب می شود و تو ریسک میابی، ولی تو تکیه بر همون ماشین نکن، تکیه بر خدا کن. بگو ریسک از خداست مگر این ماشین سبب است. برای همین دادر عزیز شما باید تبابت کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه لکل داء دوا، هر یک درد به خودش دوا داره. پیش دکتر رفتن، شما پیش فالبین نرین، پیش این آدمای هیلگر نرین، پیش این آدمایی که مثال شما را فریب میکنن، حق تا نمیخورن، هر چیزهای سفسطه برای شما میگن، اینها دا نروین. لیکن امروز الحمدلله که این مدیسین را ترقی شوید، این ترقیات رو ببینید، این قدر فهمیش ها رو ببینید، روین شما. اونها هم مثال متخصصن، اونها هم خدا همون فراست و عقل داد است که اونها هم کشفیات هم در ما میکنن. همه هم علم خدا هست که خدا با اونها داد است. ما با اونها باید مراجعت کنیم، ما باید از اونها استفاده بریم. شیخ سعدی میگفت ریسک اگرچه بیگمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. برادری عزیز، نمی ریسک خدا گفته است ان الله هو الرزاق، من کفیل ریسک تویم. ببین میگم من کفیل ریسک توم. مثل که شیخ سعدی میگه غمی روزی مخور، مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. ولی نایامده پیستانا پرش رای منتظرت است. ریسک خدا میرساند. ولی شیخ سعدی میگه اگرچه خدا کفیلی ریسک هم باشد، جستن او، حرکت او برای تو شرط عقل. ریسک اگرچه بیگمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. کس به اجل نخواهد مرد، تو مرا بر دهان اژدها. هیچ کس به اجل هم نمیبرد، یکی معنی را ندارد که برده خطرای ماشین ده پرتای. برای این پیامبر گفتن سه طایفه را خدا دوست نمیدارد. یک تاش در نمی مسجد هم یک متخصصا میگن بچهای در همین در نماز نخونه که نمی مسجد آواره نیای، یعنی این زمان یا زمان دیگه چپه میشود. اگر تو آمده در همین در نماز بخوانی، در همین بالای نماز هم که بمبریتن درجه نداری. ببین زیرا تو را پیشکی خبر داده بودن ای انسان همین چپه شونده است، تو بگوی توکلم به خدا، خدا نگاه میکنه. نه، این غلطه برادر عزیز، این توکل نیست. برای چی پیامبر گفت قید و توکل؟ پای شتر را ببندو بعد توکلی به خداش کن. گفت پیغمبر به آوازی بلند، با توکل پای اشتر را ببند. ولی بین پاش بستگی هم باشه، همون دوی کله بردش میتونه، لیکن ببند و بعد توکل کن. این چی از این شرطا را بینه؟ دویم یک کس میگه مبلغ داره و تا یک قدیره تکیه میکنه، خواب میکنه، نه محافظت چی داره و نه نگاهبین داره و میگه این چی گپی نیستی، در تقدیرم باشد دزدها مال من بگیرم، تقدیرم در نباشد دزدها با این توکل نیست. این آدم هم اگر در همین حالت کشته شود یگان درجه ندارد. برای این راه ها را دادرای عزیز خوب فهمین، اسباب ظاهر استفاده برین. هر چیزی که سبب پیدا کردن بهبودی شما می شود، شما باید استفاده برین، در او فقط تکیه نکنین، تکیه بر خدا کنین. خب خواهر عزیز، انشاءالله امید دارم که شوهر شما این تبابت به گردن میگیرد. شاید که منتظر باشد که همین سخن ما را شنود و از باز در روسیه که خیلی تبابت ها با خیلی پیشرفت در اونجا در ساحه گویا مدیسین، باز روسیه خیلی پیش است. اونجا آدم میتونه که شما رفتد هر نوع تبابتی که باشد، ضرورت برای شما اجازت است تبابت کنین تا خداوند برای شما از این نعمت فرزند نصیب گرداند. خب السلام علیکم داملای محترم. داملا شما یک بار دیگر معلومات داده بودین، ولی باز شرایط تقاضا میکند تکرار کنید. امروز بچه بازی دخترها تا شوهر کردن با این عمل مشغولند. بعضی ها
باز عنوان ممرازگی دارند. داملای عزیز، شاید سخن شما با تاثیر باشد، التماس میکنم. اکا البته دادرای عزیز امروز خدا نگه دارد، بچه بازی و یا من شنیدم به نام خدا آنچه که میشنوم، منم برادر عزیز ننگ ناموس دارم، من یک حسی ملی دارم، حسی دینی دارم. شاعران میگویند پشت بازن تخت کیکاووس را، سر بده از دست مده ناموس را. تخت کیکاووس را پشت پا بزن ولی ناموس را برای خود اختیار کن. امروز همین خیلی بچه ها زیاد شدن. اگر شما اهمیتین خداشون رنگ همین دخترها کردگیان. یک وقت یک بچه آمد گفت داملا، من گفت در همین طرفای اروپا خواندم، من در یک چیز معقول است و لیکن میخواهم از شما جواب شگیرم. گفتم چی معقول است؟ گفت هم میخواهم در یک گوشم گوشوار اندازم. ولی بینین بسیار چیزهای تأثیری همون بیرون به این ملت ما و شما و به این برادرای مسلمان ما و شما آمده رسیده است. برادری عزیز، هر یک جا به خودش عرف خودش و راه خودش دارد. آخه برای شما مردم این چیزها مال شما نیست، اینها راه شما نیست. برای همین بسیار جای عیب است. ولی بینن میگه یک حق فرزند به گردن پدر همین است که برای فرزند مادر خوب اختیار کنه. برگردن فرزند. البته فردا دادر عزیز، تا اگر گویم از جمله همین آدمانی که استفاده میبرند، تا از جمله همینا باشی، پگا بچه تر چی میگن؟ میگن پدرش فلانی است، میگه پدرش نامد میمونن، یا اگون گلوبویت میگن، یا اگون چیزی دیگرت میگن، بچه اکتا در خجالت میمونی. به نام خدا. ولی بسیاری بچه ها را ببینین الک همینا با پیدا شده سن، همین خیلی ابروهاشون هم مثل ابروهای زنها میکنن، چهرهاشون در نمی پودره و نمی خیمیکات را استفاده میبرن، مثل که نمی حتی گبزنیاشون رنگ زنه کردگی. این بسیار در ملت ما و شما به نام خدا اینم یک معرفت و یک گویم یک خیلی داغ سیاه در این مردم ما و شما هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن ملعون من عمل عمل قوم لوط. خدا لعنت کند آن کسانی را که همون راهی که قوم لوط برای خود اختیار کرده بود، خدا لعنت چون کند که اگر راهی همونا را برای خود راه بگیرند. آن خداونده که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر. آن قوم لوط از زیر و زبر به سبب چی بود؟ به سبب انمی بچه بازی بود. زنها به زنها می رسیدن، مردها به مردها می رسیدن. همچنان باز خبرها آمد که خواهرای ما و شما تا زمان شوهر کردن برای آن که بکاره چون از بین نرود، با همون عاشقایی که برای خود اختیار کردن از قسم پس استفاده می بردند. دادرای عزیز، به خدا من همین زبانم در گرداندن همین در شرم می دارم. من در نزد شما همین ها را گفتن در خودم حیا میکنم، ولی ضرور و مجبورم که همین خواهرها و مادرای ما فردا شنون و از همین کار خیلی بیننگی و بیناموسی پس کردن. بسیار کاری شنه، بسیار کاری پس. حتی شما بینین این اللوات اذا مات من غیر توبت مسخ فی قبر خنزیرن. رسول اکرم گفت کسی که اگر در حالت انا همین بچه باز باشد، یا استفادهش برند یا استفاده برنده باشد، اگر با همین احوالش دنیا را پدرود کند، مسخ الله فی قبر خنزیرن،
خداوند همون زمانی که ما مرد و بردیم در قبر ماندیم بالاش پوشاندیم خداوند ویا به صورت خوک مبدل میکند. کوشش کنیم پیش راه اینها را بگیریم. بعضی جوانای ما تا اندازه بی ناموس و بی ننگ و بی معرفتن که بعضی مردم اجنبی را باز برای 4 تنگشان شده گویم یک بقه ها را در ماشینشان بار کرده و نزد خواهرهای برادراشون میبرن. تیلگرها هستن، تیلگر میگن. باور کن مردنت بهتر است، مردنت بهتر است. پیش از آن که تو در این کار مثال راضی میشوی اون کس را مثال زکس میکند که برای من یک دختر بیار یا یک بیوه بیار، تا جای شد که حتی که من برای شما اگر بیاد داشته باشین این ناکسا و این بدبختا زنهای شودا را بردن برای همونا برای پول داده بدن. همین که آدم ها تیلگری نمیکنن آخی نمردن که 4 تنگه را یافته خوردستن. اینا از همه دا گویم پلیدترینی در ملت ما انمین بچه بازا و همون شخصیت هایی که گویم اونا مورد استفاده قرار میتیم یا انمین انسان هایی که تیلگرن و اینها را برده مثال در هر یک خواهر دخترای ما و شما استفاده میبرن. خداوند میگوید وقتی یک بچه بالای بچه دیگر میبراید عرش من میلرزد. عرش از قهر میلرزد. ملائکه ها میگویند آنچنان لرزش میکند میگویم همین آسمان بالای زمین میزند تا وقتی قهر خدا پس شدن ما سوره اخلاص میخوانیم. انشاءالله دادرای عزیز من اگر وقتی جمعه آینده اگر وقت شود درباره این گلوبایا یک چند حدیث ها وجود داره من میخوانمشان که اینا مثال کیان، اینا چی قدر دارن، اینا کیا هستند. انشاءالله من جمعه آینده برای اینها یک چند حدیث هایی که در کتاب باب اینها آمده است من میخوانم. به خاطر چی؟ به خاطر به خدا سوز دیلم، به خاطر آن که تو جوان مردی آخه نخواد جوان مرد خواب کنه و یک مرد دیگر در بالاش براره. همین جوان مردی دادری عزیز آخه غیرتت کو، این ناموست کو، این دینت کو. پره روز از ایرانیوس نشان دادن در دولت اسپانیا 14 تا قپیدن از برزیلیا. همون دولت ها را ببینین که آنقدر تأکیدایی که در کتابای خودمون در کتابای اونا نیست، لیکن درو گرفتن از همون دولت بیرونشان کردن گفتن اینها به نهایت کسلهای خیلی ویرا کننده در بین مردم پاش میکنن. آخه بدبختیش نه تنها در خودش است، او در زنش هم در کودکش هم در همه میگذره. خب اینجا یک چند سوالای هستن ضرورا من میرا جواب بدم که وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد. من از ناحیه خاولینگ هستم. یکم داملای ما سخت میگیرد که اعتکاف نشینید. اعتکاف برادرای عزیز سنت مؤکده است. سخت گرفتن داملا به خاطر خدا است. دهه آخر رمضان ده پیغمبر خدا اعتکاف می نشستند. کمترینش 1 روز. اعتکاف خود اصل کلمه ریشه عکفه است، به معنای تنها در یک گوشه نشستن و خدا را یاد کردن. شما در مسجدهای 5 وقته یا جمعه میتونین که آمده 1 روز به خاطر که سنت مؤکده است اگر هر محله که یک کس تحتانه نشیند اهل محله همش گناهگار میشود. یک کس آمده در مسجد نشینین از سحر مثال 1 شبانه روز 24 ساعت چینین، فقط کار شما قرآن خوانی، حق دارین که خواب کنین، حق دارین حاجت خانه روین، فقط حق ندارین که بیرون براین مغازین روین. اگر جمعه باشد جمعه خانه ده حق دارین. در درون مسجد میتونین ذکر کنین، میتونین امر معروف کنین. همین 1 روز فقط نشستن. پیامبر دهه آخره شعد میزره حضرت عایشه میگه میان شمی بستند.
مقصد دیگه خانه‌داری و همه ترک میشد، 10 روز خانه نمی آمد، در همون مسجدش می نشست و همونجا خوردن طعام برای معتکف اجازت است. کسی در درون مسجد اعتکاف میشیند برای او طعام بیارن از کجایی که همچو روزدار، برای روزدار اجازت است. برای همین کسی که اعتکاف میشیند دادرای عزیز ثواب میگیره. اعتکاف سنت تاکید شدگی پیغمبر است. داملا خوب کرده سخت گرفته است، به خاطر خدا کرده دادر عزیز، شما ملال نشید. دوم سخت میگیرد که در ماه رمضان تخم نخورید، نه تخم خورید دادر عزیز. به خاطر آن که شاید داملا سخت گرفته باشد که تخم کالریش از گوشت وزنی تره، شما حس گرسنگی نمیکنین و مقصد اذیت نمیکشین، شاید به این خاطر گفته باشد. ولی به هر حال هم که باشد چیزی که خدا حلال کرده است ما حق سخت گیری نداریم. چند تایش که قوت داری خوردن بگیر، هم که ببین که با فشارت نخیزه با دگان بلا نزنی، بعد با روزه را گناهگار کنی که نمی روزه شده نمی شده فلان شد گفته. خب هم قای بخیر که همو خب با نفست مثال همون چی داشته باشه. سیوم داملا من میگوید که در رمضان خواب حرام است، نه به خواب که نگذرانیش این روزی درازه چل میکنی. خواب آدم روزدار خودش عبادت است. این خواب که حرام باشه، این حرام گفتن کاری مشکل است داملای عزیز، خدا نگه داره و حرام نگه. حتی ناجایز گفتن ده حق ندارین، زیرا که حدیث های پیامبر میگه نوم صائم عباده، آدم روزدار خواب کنه عبادت است. برای می خیلی از خواب را مرده که من میکنی، بگذار خواب کنه چی گپی نداره. خب چهارم میگوید که در بوزکشی کسی اگر مرد حرام میبرد. نه ایشتم برادر عزیز من با شما نیستم، در بوزکشی هم که اگر مرد وای حرام نمیمیره. چرا حرام میمیره؟ حرام مردن چی معنی دارد؟ بوزکشی خودش هم یک مشق باگویم که سپورتی دیگر است. همین نمازت قضا نشوه، از ذکر خدا غافل نمانی، مقصد یک بازیه، یک وقت خوش کردن است. برای همین حرام نمیمیره برادر عزیز. او هم خیلی با مهارت جسارت در کار که او اسب دوانده، ولی یک خیلی بالای اسب سوار کنه تلخکف میشه. او که میدوانه این طرف و او طرف کار خیلی کاره برادر عزیز. شما هر چیز نادیده نگیرید. همه کار آخی اسلامی تری همین قمه دکک نیست که شما همین گردی همون دور نمیرین. همه کار حرام، ایش نادرست، ایش کافر میشه، فلان میشه. این چیزا را نگوین دادرای عزیز. یک بار دل مردم در همین دینداری ایمانداری میگیرین. خب پنجم میگد به صلاح نماز قبول نیست. خیلی که به قبول بود نمازهای همه شما نادرستن. اینم قوم ما را بینم یک تنیم تسلح یا همه شما را نماز تو نادرسته. این دنیا در داملای عزیز آخی شما فقط همون ناحیه خودتان در نظر نگیرین. ایران، عربستان، افغانستان، پاکستان، همه پروی مسلمان امروز نماز میخوانند، بسیارش سلیلیچ میخوانند، بسیارش تاقی میخوانند، بسیارش یک چادر پرتگی. بعد یورا نمازشون درست نباشه فقط نماز تو درسته. درسته برادر عزیز، به صلاح نماز هم درسته. فقط همین صلاح را مانده، اما معرفت صلاح را داشته باشی. صاحب یک گپ داشت، من صلاح دارا را تحقیر نمیکنم، من صلاح را خودم دوست می‌دارم، اگر چنده که ضرورم نباشد، ولی لباس است، یا زیبایی داره، یا خوشرویی داره. محمد صاحب ایرانی میگفت مخور صاحب فریب فضل عمامه زاهد که در گنبد به مغزی صدا بسیار میپیچد. میگفت ای گنبزا را بینین، میگو کتا کتا رنگی سالان. شما همین ساله کلان ندیدین یک فریفته نشین که همین مردک مثال آدمی نزدیک خدای تمام جان تبتی دیگه. هر یک سالداری است که باور که در درونش پر کینه و حسد و بخل و بدبینی و بفهمی و بی معرفتی وجود دارد. برای مولوی جلال الدین رومی میگفت آدمی را نه به نطق و نه به ریش و نه به جان. ببینین توتی هم نطق و بوز هم ریش و خرم جان دارد. اینا بیهوده نگفتن دادرای عزیز، اینا همش معنای بلند دارن، بسیار معنای بلند دارن.
حالا ببین همون سله را برای چی مانده بپرسش؟ میگه به خاطر سنت رسول. وقتی سنت رسول تو برای خود اختیار کرد، چرا راه رسول برای خود اختیار نمیکنی؟ آخه پیغمبر رنگ تو حسودخور نبود، رنگ تو کینور نبود، رنگ تو آدم فروش نبود، رنگ تو جنگ انداز نبود، رنگ تو خیانتکار نبود، رنگ تو دروغگو نبود. آخه ای چی شرم نکنیم سالا چرم تو؟ ولی بعضی بچه‌ها را میگوی بچه حج نمیره، بعد از من نو میفهمم چی دارم، میگه آخه حاجی ولی تیار نیستیم. ولی می مقصد من عمود سزاوار حج نیستم، ولی یک خوب بعضی کمبودیا دارم بودش کنم بعد میرم، اگر چی نکیدم غلطه. ولی بین عقل امر بین یا میگوی ریش نمیمونی اکا، میگه یگان جو بند میگنم دعا که دعا که نمیتونم. یعنی حالا که همین آدم یعنی من ولی سزاوار به همین نیستم، برای همین ریش تمیمونی ساله تمیمونی اول آدم شه، اول آدم شه، درون تازه کن. صورت را چی کنم گرچه نداری سیرته، کس به یک جو نخرد این صورتی به سیرته. شیخ سعدی می گفت راهی راست بایدد نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. برای این صلواتو نمانده، خدا نگهتان داره و از همین بدبختی هایی که هست از همین دور باشه، فتنه نه اندازین، اختلاف نه اندازین. خب خیلی سوالای این برادر همین بود. اگه یک سوال دیگرش مانده است کمتر انچه درازه، من عذر میخوام که برادری ما از قمسنگیر آمده بود. من جمعه آینده خدا خواهد اول همین سوال را میخوانم، زیرا این برادری ما یگانه یک دخترچه داشته است که در همین اول سال خانیش صنف یک میرفته است، خیلی آرزوها داشته است، ماشین زده استش. بسیار آدمی گویم غمداری هست. میگه یک ما قبلا بچه من همین خیلی یک دردی وزبینه گرفت، خدا جانش گرفت. باز سر تیاریه که من همه لباس های دخترچه من خریده بودم، الکی دیگه پوشاندش نتانستم. داملا یگان چیزا که بگو که همین دل مرا به دست بگیر، دل مرا به دست بگیر که راستی بار غم همین دختر مرا خیلی و خیلی مجروح کرده است. من که خیلی برادر عزیزه گفتم و خیلی توصیه خوبم دادم، ولی خدا خواهد من روز جمعه آینده اگر حیات باشم و اگر خدا برای من مهلت یاد، اول همین من برای شما خدا خواهد خوانده میتیم. برادرای عزیز، یک چیز دیگر برای شما من اعلان کنم که امروزها گویم که اولی فصل خانیش، ولی بینین همه رادیوها و همه جاها فقط درباره دانش آموزی صحبت داره، ولی من از خداوند خواهان او هستم که همین موقت نباشه، بردوام همین تبلیغ کنن تا که یکی می رهبر دولت در بالای همین دانش گپ زد و همه یکی دنبال هم را میگیرد. بگذار همین ها بردوام باشه، بگذار همون سخن خدا که خواند باز خواند شعار همه خاندان ما باشه. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. آخه اسلام عیب ندارد دادرات. اسلام ولی بعضی از شما را نگفته که مکتب تون پرتاین و بین همینجا جمعه بخونین، همین را اسلام نگفته. اسلام میگه طلب العلم ساعتا خیر من قیام لیلت و طلب العلم یوما خیر من صیام 3 اشهر. این سخن پیغمبر مانه. یک ساعت طلب علم کردن بهتر است از اینکه شب تا به روز نماز خوانی. یک روز اگر در طلب علم باشی بهتر است از 3 ماه که تو روزه میگیری. ببینید دادر همین به علمی شما، این همین به سوادی شما اسلام بدنام کردگی به خدا. آخه نخواه آدم مسلمان که پیغمبر میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یعنی خیلی که نماز در گردنت فرض است، همه علم طلب کردن و دانشمند شدن هم فرض است. همه عالم هایی را که شما حاضر میخیزین قطعی من سلام میکنین، حرمت میکنین، خب بعضیات سوم میتین، دست مبوسم، برای چی؟
برای آنکه خدا گفته الذین اوتوا العلم درجات، من کسی را علم دادم درجهش دادم. من با علم درجه میتم، به علم درجه ندادم. امروز جای تأسف های دادرای عزیز که من شما را وقتی مکتب بود میکنیم فقط در فکرتان یک گپ میرم رسیه در کار میکنم، میام یک آپل میخرم تاکسی میزنم. این نیت شما. با همین نیت اگه شما میخواین که همین ملک آباد کنید، و شما میدونید که دانش آدم ای دستنگری ای محتاجی خلاص میکنه. یک عمر ما باید هم دستنگر باشید. برای همین شیخ سعدی میگفت بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون بگنج. اگر مثل قارون مالم داشته باشی بچه تا بیاموز، بچه تا دانشمند کو، بچه تا صاحب معلومات عالی کو. ای دادرای عزیزا که امروز ببین یک آدم دانشمند مثال متخصص شده از علم، ما و تو به سواد میریم در پیش نمود در کابینت شده چند ساعت انتظاری میکشیم با کار منابود کند، دستا پیش بر میگه خدا نگه داره رحمت کلام. برای همین همیشه دادرای عزیز من از شما اول علم از مکتب آغاز شده است، کوشش کنین که نه مسجد ها را بدنام کنین، نه ملا ها را بدنام کنین، نه خودتان را بدنام کنین، زیرا اسلام از بی سواد بیزار است. اهمیت این فرزندکاتون برادرای عزیز، یک بار کم تر همین مسئولیتی گویم که همین یک پدری تونه بیدار کنین. یک بار همون دختر تای بچه تای آمد که یک بار روزنامه شای دفتر شای ببین، یک بار برای از حال همون در مکتب بپرس که همین بچه تو خب آدم یا ای رمکه آدمگری برآمدگی ای. کوشش کنیم برادران عزیز و گرامی در مسئله خوانش فرزندا اگر اهمیت دادین به نام خدا ثواب میگیرین. من امروز جدا نمیکنم بچه‌ای که در مدرسه خانه گوید من علم قرآن میخوانم و یک دادر من اگر در مدینی سود خواند و علم طب بگیرد و این مدرسگی گوید که من از او بالایم. نه برادر عزیز تو بالا نیستی. علما میگن که اگر هر جامعه‌ای که به متخصص اگر احتیاجمند باشد فرض است به گردن اون ملت که همه پای علم شوند. برای من همش علم خدا هست. شما علم خوانین از پای علم شوین، بی سواد نشین برادر عزیز، بی سواد نباشین. زیرا خداوند میگوید بی سواد میگه کل انعام بل هم اذل. آدم بی سواد مثل چی است؟ مثل حیوان، از حیوان پایان تر است. خدا گفت به دانشان را مثل به قرآن کل انعام بل هم اذل. برای من دانشمند باشین دادر عزیز، بخوانین مکتبکاتون دا بسیار فعال باشین. کوشش کنین حتی شما درساتون ترک نکنین. همین یک ساعتی که جمعه در شما در داخل مکتبین همین درس مکتب تا بخوان دادر عزیز، شما ثواب میگیرین به خاطر خواندن درستون. با این جمعه به خودش خلیفه داره، یعنی نماز پیشین. دیدین که وقتی جمعه گذشت دیدی وقتی خالگی نیست آمدی پیشین تا میخوانی، تو آدمی گناهگار نیستی زیرا تو عذر داری، تو در درسی. خداوند خاتمه همه کار ما و شما را بخیر و ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد و خدا خواهد اعلان نماز عید من برای شما کردم. همان روز خدا خواهد ما هم یک عید میخوانیم، مثال 2 عید و 3 عید نمیخوانیم. کوشش کنین که بر وقتر آیین، شاید که ساعتهای 8 است مثال ما و شما نماز عید خوانیم. برای من کوشش کنیم بر وقتر بیاین. خب لباسکای تازه پوشین، خداتون خوشبو کنین، همینطوری خیلی گویم زیبا و خوشرو کنین و بعد به نمازهای عید بیاین. لباسهای بهترین تون پوشین، جاگشان نکنین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب آمین یا رب العالمین.
خیلی برادرای از یک وقتی گذشته است اینجا در چند برادرایی که خیر احسان ها کردگیان در صندوق های خیریه، خدای مهربان خیر احسان هاتون قبول و هر آرزو امید که دارین خدا حاصل کنه و روزی گذشته که برادر حاجی سراج الدین از پشدره دادر بابای حاجی شاهین که خدمتگار همین مسجدن، در همین ماه مبارک ماشین او را زده و گویم از حیات وی هم گذشت. بابای حاجی هم بسیار آدم خوب بود، فرزندای خوب هم از او باقی مانده است. خدا روحش شاد و قبرش خدا پرنور بگرداند. خداوند همه خوبی هایی که در این ماه مبارک در نامه اعمال همه ما و شما کتابت بفرماید. آمین یا رب العالمین.